سلام دوستان، با کانال نکاتا خوش آمدید. سبب چیست که ما چنین کلیپ ها رو دیده حیران میشویم؟ چون که دنیای ما با هم هماهنگ نیست و پر از ویرانی هاست و به همین خاطر وقتی میبینیم که آدمان با هم هماهنگ حرکت میکنند برای ما عجیب مینماید. در این ویدیو بعضی از این حرکت های هماهنگ و زیبا رو با هم تماشا میکنیم. برای دلگرمی ما لایک ماندن رو فراموش نکنید و تا آخر ویدیو با ما باشید. اگر این دو مرد لباس یک خیله پوشیدن، شما هم مثل من فکر میکردید که یک نفر در روبروی آینه ایستاده این حرکت ها رو کرده ایستاده است. در واقع آنها دو نفرند و از آینه هم خبری نیست. با دیدن این صحنه شاید سرتان چرخ زند. اینقدر هماهنگی برای انسان باور نکردنی است. صدای زدن توپ به زمین هم به مثل یک آهنگ گوشنواز است. من تا حال از این وسایل ورزشی استفاده نکردم، اما باوری دارم که 5 ثانیه هم روی آن پریدن نمیتوانم و سر به زمین خواهم افتاد. این دو نفر نه تنها با مهارتند بلکه با هم یک جای این کار را میکنند که بیننده را حیران میکند. یکی از آنها در بین کار کلاهشان از سرش میپرد، اما کارشان خیلی زیباست. اینجا این دو مرد برای پریدن در آب مشق کرده ایستادند. البته اینجا آب نیست، اما یک جایه و هماهنگ کار کردن آنها سبب می شود که از همین 1-2 ثانیه کاری آنها آدم حلاوت برد. بله، منم مثل شما فکر کردم که این مرد روبروی آینه ایستاده تبر پرتاب میکند، اما اگر دوام ویدیو رو تماشا کنید میفهمید که واقعیت دیگر بوده است. یعنی این دو نفر دوست یک جای این کارو کرده در هدف زدند. فقط انسان ها نیستن که هماهنگ کار کرده میتوانند. سگ ها هم اگر خوب آموزش بینند این هنر را یاد میگیرند. حرکت این سگ ها ما را به یاد ربات میاندازد. به همین خاطر میگویند که سگ ها حیوانات باهوشی هستند. اگر آموزش بیشتر بینند کارهای سخت‌تر را هم خواهند کرد. مثلا این دو سگ زیبا را ببینید. در هماهنگ کار کردن 8 پا چقدر زمان میگذرد؟ این یکی از کارهایی است که آدم نمیخواهد که تمام شود. اگر فکر کنید که این کار آسان است، پس با 2-3 دوستتان یک جای جمع شده کوشش کنید که این حرکت را انجام دهید. شرط میکنم که زود خسته میشوید و از پی کارتان میروید. به دنیای حیوانات برمیگردیم. این صحنه دیگر صحنه را پیش گذشته است. هماهنگی این دو سگ با هم باور نکردنی است. حالا که ویدیو از سگ ها را زیاد دیدیم، به سراغ گربه ها میرویم. این هم یک هماهنگی گربگی برای کسانی که گربه را دوست می‌دارند. تا حال 6 جفت چشم زیبا را با این حرکت دیده بودید. ماشین بازها و کسانی که چنین مسابقه ها را دوست می‌دارند این صحنه را از دست ندهند. هر کس از عهده انجام این هماهنگی و این گونه بازی ها نمی‌براید و برای این کار مهارت و هنری زیاد لازم است. این کارها شوخی نیستند. با کمترین اشتباه هم ماشین های زیبا نابود می شوند و هم راننده ها آسیب می بینند. من دیگر چیزی نمیگویم تا خودتان از دیدن این کلیپ لذت برید. با دیدن این صحنه فهمیدم که چرا هیچ کس تنیس بازان چینی را شکست داده نمیتواند. ببینید که این کودکان چه خیلی با مهارت تنیس بازی کرده ایستادند. سببش در این است که بازیگری دیگر بیکار در یک گوشه نمیشیند و از پس همراهش ایستاده حرکت‌های او را نظارت میکند و تکرار میکند. اسکیت بازان کوههای آلت هم هنرنمایی کرده میتوانند. شاید این کار مهارت آنها را زیاد نکند، اما برای ما نشستن و تماشا کردن کارهایشان لذت بخش است.
همه ما چنین شده ایم که وقتی در جایهای سرآدم میگردیم حتما به یگان کس برخورد خواهیم کرد، اما بعد دیدن هماهنگی این آدمان هوش از سرتان میپرد. این حرکت زیبا و حساب شده خیلی زیباست. معلوم است که چینی ها کارشان را خیلی خوب یاد گرفتند که به مشکل از کنار یکدیگر میگذرند. هماهنگی با همکارتان در سرعت انجام کار خیلی تاثیر دارد. خودتان ببینید. اگر هر کدام اینها جداگانه این کار را میکردند وقتی زیادتر میرفت و صحنه جالب هم نمیشد. فقط امیدواریم که به دست همدیگر ضربه نزنند، چون که با این سرعت حتما استخوانشان میده می شود. کسی فکر نمیکرد که این توپ‌های رنگی این حرکت زیبا را به وجود بیارند. راز حرکت خاصی توپ‌ها در این آونگ درازی گوناگونی این توپ‌هاست که در آن آویزان هستند. بعد مدت این حرکت‌ها با هم هماهنگ می‌شوند و این صحنه زیبا دوباره تکرار می‌شود. این مترونوم ها هم همین گونه کار میکنند. باید گفت که هماهنگی بین آنها خیلی جالب است. خب حالا اندازه آن را زیاد میکنیم و یک آزمایش سخت‌تر را انجام میدیم. درباره 32 مترونوم چی فکر دارید؟ هماهنگی از این زیاد نمیشود. حتی صدایش هم برای آدم گوش‌نواز است. پرواز یک جای زاغ‌ها هم زیباست و آدم از دیدنش لذت میبرد. صدها پرنده که با همدیگر هماهنگ هستند نمایش زیبایی را اجرا میکنند و چند ثانیه بعد شکل خود را عوض میکنند. باید بدانیم که ماهی ها هم به مثل پرنده ها به تعداد زیاد جمع شده حرکت میکنند. مثلا این ماهی هایی که یک باره از هم جدا شده در عرض چند ثانیه دوباره جمع میشوند و اگر به آنها یگان فنر نصب میشد صحنه زیباتر و دیدنی تر تشکیل میکردند. این صحنه رقص کرم شبتاب در پارک را نشان می‌دهد که واقعاً جادویی است. آدمانی هستند که صدای کرم شبتاب را دوست می‌دارند و اینجا برای آنها مثل بهشت است، چون که هم از صدایشان لذت می‌برند و هم نمایش آنها را تماشا می‌کنند. شاید بعضی‌ها ناراحت شوند که به آمریکا رفتن نمی‌توانند و از دیدن این صحنه‌ها بی بهره می‌مانند، اما باید بدانید که این نمایش در همه جا هست. مثلا در زمین گلف بازی این صحنه را می‌بینید، یا نور این فنریک‌هایی که شکل پرچم کشور را به نمایش می‌گذارند و در تاریکی شب جلوه می‌کنند. اگر هم به این جاها رفتن نتوانید هیچ گپ نه، با کانال ما ابونه شوید تا در اینجا صحنه‌های جالب را تماشا کنید. خب نظر شما درباره این هماهنگی‌ها چیست و کدامشان برای شما جالب تر بود؟ حتما نظرات خود را با ما در میان گذارید.